یک مسئول یهودی اعلان میکنه برای مجموعه از یهود، گفت او مردم، شما تا وقتی سری مسلمان ها غالب شده نمیتونه، تا وقتی که در نماز صبح مسلمان ها مثل نماز جمعه واره مردم موجود باشه، تا او وقت شما غلبه کرده نمیتونه و گاهی هم تسلط شما سری مسلمان ها ثابت نمیشه. خود زمانی که مسجدای مسلمان ها را در نماز صبح دیده که پر نبود، باز اونجا میدانه که شما غالب میشه. امروز مساجد ما مکمل همینطور خالی است. وقتی از نفوسش سوال میکنی که چقدر نفوس است، 5000 خانه، 6000 خانه. مساجد کابل حالی از 5000 خانه کم نیست. همین قدر نفوس. در یک خانه 5 خانه زندگی میکنه، در 5 خانه 20 نفر نفوسی نمازخوان وجود داره. اما در مسجد 4 دانه ریش سفید قطعی